یک روز باز دکان بریم قلندر آمد. قلندر گفتم که همون بچه محمدیقبال دیدیم پیش قماندان غلام چی میکرد پیش از او توی بود و کالای زنکی را پوشیده بود و این بزن میکرد بازی میکرد و این پدرش همون تو سرش همون قلندر سرش تا و جگرش خون و مردم ایره کی دوجا برده پیش قماندان برده پیش قماندان ایره کی معرفی کرده گفت والا خیلی همین یک کار شد دگاله هم کار شد دگاله چی رقم کنیم مال چی رقم اینجا بگردیم چی کنیم مال اینجا مردم خیلی بچه تا چی رقم میگنه پیش از کشیتا گفت خیلی نمیدونم بخواد چی رقمی کنم مصلحت کرد که ما گفت خیلی نمیشه گفت هاشم خان گفت نمیشه گفت مجبور ما اینجا بریم گفت یک فند و فریب کرده از اینجا ایلا کنیم دیگه آبروی اینجا دمان نمونده اینجا پیش خلق پیش همه اگه سرم خم شد گفت اگه باید ما بریم یگان ولایت یگان طرف دیگه بگردیم بریم گفت